در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان تعداد تظاهرگرانی که خواستار استعفای نواز شریف نخست وزیر کشور هستند کمتر می شود. تظاهرگران از ماه اپریل است که اینجا نشستند، ولی بسیاری از آنها به خاطر عید قربان که 3 روز در پاکستان ادامه می کند و روزهای استراحت اعلام شده است به خانه هایشان برمیگردند. گروهی خردی از مردم در نزد اداره کمیسیون حقوق بشری افغانستان در کابل جمع آمدند تا توجه را به قضیه یک مرد جلب کنند که هفته گذشته قسمی از بینی زنش را برید. گلچمن حالا در بیمارستان طبابت می‌گیرد. تظاهرگران افغان گفتند که کمیسیون حقوق بشری افغانستان در رابطه با این قضیه خاموشی اختیار کرده است و باید عمل کند. در شهر اشقاباد ترکمنستان نوبت برای گرفتن بلیط اتوبوس ها که 3 برابر گران شده است درازتر می شود. با وجود گرانی قیمت بلیط یک ماه اتوبوس ها، مسافران ترکمن آن را به آسانی خریدن نمی توانند چون بلیط های یک ماه به قدر کافی نیست. در گرجستان موسم تابستانی سیاحی رسما به پایان رسید. منطقه کوهستانی سوانتی و آسایشگاه‌های ساحل بحر سیاه در 8 ماه امسال نظر به همین دوره سال گذشته تقریباً 3% بیشتر مهمان داشتند. سیاحی یک بخش مهم اقتصاد گرجستان است و به این کشور عمدتاً از ترکیه و آذربایجان و همچنین از روسیه و اوکراین مردم برای استراحت و تماشا می آیند.